як модаре ки шавҳарша зиндон кардан, бас набуд фарзандша зиндон кардан ва билохира оҳи дилша биё якбор бошнавем. رحمتالله و برکات من رازقا و رزگان همسر زبیدالله رازقم، همسر 75 ساله من را قپیده 25 سال 25 سال زندان کردن و هیچ گناه ندارم. مرده که من یگان کسی آزار نمیداد. مرده که من عادل باشد پسرم اسرارالدین رو زندان کردنشم. از من خواهش دارم که به ما کمک کنن. باور کنین چخیل احساس میکنیم برادرها همه آبی چشم مادر در یگام کشور دنیا این یک سیاست احمقانه و ابلهانه نیست. پدر زندان به خاطر پدر فرزند زندان، به خاطر فرزند دختر او در زیر تحقیر، به خاطر شوهر همسر او سرسان و سرگردان، به خاطر پسر مادر او سرسان و آواره مظلوم بیچاره. این یک سیاست مداری احمقانه در یگام دنیای نیست. چون این یک سیستم پس در یگام دنیا نیست. باور کنید فقط در تاجیکستان میبینی لوند هرچی زودتر این همه زندانی ها، این همه مظلومان، این همه بیچارگان، این همه آن کسانی که زیر درهای بسته سختترین شرایط قرار دارند ظلم میکشند، در ستم، مصیبت، تحقیر، دشنام. خدا کنه که هر چیز زودتر ما و شما سبب شویم درهای زندان ها را باز کنیم و خدا کند که آخرین درد و غم باشد امروز. خدا کند که آخرین رنج و مصیبت یک مادر یک خواهر باشد. خدا کند که دیگر نبینیم این پستی و این سختی و این سرسانی و این سرگردانی را نمیخوام دیدم. واقعا خدا خودش به حال این ملت رحم کنه. ما مردم رحم نکردیم. ما مردم به قدر او مادر و خواهرها نرسیدیم. ما مردم به قدر او برادر و او همزبان و هموطن نرسیدیم. ما مردم به خاطر اون وعده ها و اون آیه پروردگار که دو تشت مسلمان با هم برادر خواند و در غم او گفت شما شریک هستین، ما نرسیدیم. ما مردم به قدر اون حدیث پیامبر نرسیدیم که دو تا مسلمان با هم برادر خواند، ما نرسیدیم. ما فراموش کردیم. ما دنیا، زیبایی دنیا، چرخزنی دنیا ما و شما را کور و کر کرد. ما و شما را به اندازه آورد که اینقدر ظالم شدیم، اینقدر دلهامون برای دنیا دادیم که دیگر نمیبینیم این مظلوم ها را، دیگر نمیبینیم این بیچاره ها و زندانی ها و مادرای پیره که سنشان به 60 و 70 میرسه مجبور میشه با 100 سختی رو پروی دوربین میشه خواهش میکنه با ما و تو پیغام میرسانه. این مادر با ما و تو کسی که سالم هستی، عقل سالم داری، قوه داری، انرژی داری، میتوانی مبارزه بردن، میتوانی چیزی را عوض کردن. ندا و آی این مادر به سمت موت است. پیغام به من و تو داره که ای هموطن، ای جوان، ای مرد. زنها که بیچاره زن هستند، ضعیف هستند، اما مسئولیت یک مرد بالاتر از مسئولیت او زنها میسته. ما و شما فراموش کردیم این همه مسئولیت را. خداوند روز برای ما و شما نگردانه که در نزد مردم شرمسار و سرگردان و یک ملتی ترسو و یک ملتی بی‌وطن باشیم. و انشاءالله امیدوار هستیم باز هم که نسل جدید روز می شود درد ما را میفهمند ما چی میگیم.